فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدیشون این است که در هنگام خطبه جمعه امام دعا میکند، بلند کردن دست برای دعا جایز است یا نه؟ هم در این مورد و هم در مورد سوال قبلی که همین بیننده من اشاره کرده بودند، همون گونه که من عرض کردم این است که هر چیزی رو که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تدوین شده به عنوان یک دین و به عنوان یک تعظیم و بزرگداشت شاعر اسلامی یا یک امری برای ما مشروع شده به عنوان تقرب به درگاه الله متعال، ما باید به اون پایبند باشیم و غیر این موارد را رها بکنیم، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاکم محدثات الامور، از کارهای نوپیدا و نوینی که تازه ایجاد شده، بدعت هایی که ایجاد شده شما پرهیز بکنید. فإن كل محدثة بدعة و کل بدعة ضلاله. هر امر نوپیدایی که در تدین و دینداری اضافه شده، در راستای تقرب به الله متعال اون اضافه کردن که اصلی در دین ندارد، این بدعت هست و هر بدعتی در واقع یک نوع ضلالتی هست که انسان باید از اون پرهیز بکنه. در مورد بلند کردن دستها در هنگام دعا و اون هم زمانی که خطیب بر بالای منبر هست و دعا میکند، حدیث معروفی هست از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که در زمان بنی امیه دیدن یک از حکام بنی امیه سر منبر دستها رو بلند کرده بود، هنگامی که خطبه میخوان دستها رو بلند کرده بود و دعا میکرد. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود قبح الله هاتین الیدین، این دوتا دست رو الله متعال ناکام بگرداند و پیروز و کامران نباشند. میگه من رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دیدم که بر بالای منبر هنگامی که دعا میکردند این کاری رو اضافه بر این انجام نمیدادند که با این انگشتشون اشاره میکردند، یعنی حتی در هنگام دعا کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم بر بالای منبر میگه و اشاره به اصبعی، حضرت عمر با انگشتشون اشاره کردن، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالای منبر و هنگام دعا فقط با این انگشتشون اشاره میکردن، دستها رو به این گونه بلند نمیکردن. منتها در هنگام استسقا یعنی دعای طلب باران، یعنی حتی در خطبه زمانی که امام به دعای استسقا میرسد، اگر این دعا را بخواند که برای طلب باران دعا بکند، از روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام دعا کردن برای طلب باران دستها رو بر بالای منبر بالا میبردند و دستها رو بلند میکردند. در این زمان برای مستمعین هم جایز هست که در واقع دستها رو بلند بکنن همراه با امام، اما فقط اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما فقط در مورد همین دعای استسقا. ببینید واقعا جالب هست انسان پایبند موازین شرعی باشه، هر جایی که دستها رو رسول الله بلند کرده ما دستها رو بلند بکنیم، اینو تامین ندیم به همه جاها، و در جایی که صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم دستها رو بلند نکردن ما هم دستها رو در واقع بلند نکنیم. در هنگام دعای خطبه که دعایی که در خطبه خوانده می شود، دست بلند کردن برای دعا اساساً به اصطلاح ممنوع هست و نباید، نه امام بلند میکند نه خطیب و نه کسانی که خطبه را و سخنرانی رو میشنوند نباید دستها را بلند بکنند، به استثنای دعای استسقا یعنی طلب باران که در خود خطبه وقتی که دعا میکنند امام دستها را بلند میکند، در همین لحظه مقتدیان میتوانند که دستها را بلند بکنند، اما در دعاهای دیگری که گفته میشود ثابت نیست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه دیگر که دستها را بلند کرده باشند.